ما در اینجا چیکار میکنیم؟ ما چرا دعا نمیکنیم؟ چرا وحدت را ایجاد نمیکنیم؟ چرا رهبران را دوست نمیداریم؟ حب، دوست داشتن، محبت چیزی است که در راه محبت جان فدا میکنی. جان فداری اگر جان نثار کردن و جان را فدا کردن به این صفت انسان موصوف شود، بدانید که ما پیروز میشویم. چند تا رهبر نمیشود. در یک کتف، بالای دو کتف فقط یک سر باید باشد. اگر چند سر باشد، یک سر میگوید این پاره که این طرف رو، اون طرف میرود. دیگرش میگوید من این طرف میخوام، این طرف میدراند تو را، میدراند. میفهمی؟ یک سر میگوید قلب این طور کن، سر دیگر میگوید گرده را که این طور عمل کن. میبینی چند لحظه از موضوع اساسی پیشاب نمی دیگر جا می آید. خداوندم ما را درس گفته است لو کان فیهما آلهة لفسدتا. در آسمان و زمین، در این افلاک دو خدا می بود، آسمان و زمین از حرکت خود به فساد می انجامید. یا خدا میگوید این طور میخواهم، خدای دیگه میگفت که این طور میخواهم، میشد فساد. کسی که رهبرش را دوست نمیدارد، قماندان های صادق را اگر دوست نمیدارد، بداند که او دیگه شکست خورده است.